سلام فرشته های من، به یه داستان جدید خوش اومدید. قبل از شروع برای حمایت از من لطفاً کانال منو سابسکرایب کنید و این ویدیو رو لایک کنید. مرسی که بهم انرژی میدید. بچه‌ها این ادامه داستان قبلیه. اگه داستان قبلی رو گوش ندادید اول اونو گوش کنید بعد بیایید سراغ این. بعد 4 ماه امیر بهم پیام داد و گفت به یه شرط قبول میکنم که با هم باشیم. اونم این که خودتو لاغر کنی. من احمق ساده گفتم باشه. انقدر رژیم گرفتم تا معدم به فنا رفت. نهایت توی 3 ماه تونستم 5-6 کیلو کم کنم. همیشه میرفتم حموم خودم رو کتک میزدم که چرا انقدر زشتی؟ چرا انقدر بدی؟ خلاصه بعد 3 ماه خانواده‌اش اومدن خواستگاری. دوران نامزدیمون در کل همش بهم بی‌محلی میکرد. هی ازم ایراد میگرفت. بهم میگفت که چالگونه هم داشتی خوب بودا، بازم سعی کن بیشتر خودتو لاغر کنی. میفهمیدم میخواد منو شبیه اون دختره کنه. یه بار ازش پرسیدم که اون کی بود؟ گفت یکی بود که خودم دیگه نمیخواستمش. آخرین بارم بهم گفته بود که ببینم کیو میخوای بگیری، سر همینه که رو تو حساسم. ولی داشت دروغ میگفت، چون دقیقاً میخواست منو شبیه اون کنه. چند ماه بعد نامزدیمون تولدم بود. شب قبل تولدم دعوامون در اومد سر اینکه من چرا آهنگ رپ گوش میکنم. انقدر دعوامون اوج گرفت که تا فردا که تولدم بود ادامه داشت. شب تولدم بهش گفتم مثلا تولدم تبریک که نگفتی هیچ، دعوام داری با هم میکنی. عصبی شد و اومد دنبالم گفت بیا بریم کادو تولد بهت بدم. میدونستم عصبانیه ولی خب باش رفتم. منو برد توی مزار ول کرد. گفت اینم کادوی تولدت. بعد رفت. من فقط گریه میکردم. بعد چند دقیقه اومد دنبالم و گفت کادوی تولدتو دوست داشتی؟ الان که یادش میفتم اشکم بند نمیاد. اگه من یکی رو داشتم که حمایتم کنه بهش میگفتم که اینقدر مورد آزار و اذیت قرار نمیگرفتم. اون روزا گذشت و دیگه معده من نای رژیم گرفتن نداشت. خونریزی معده افتاده بودم. وقتی بهش گفتم یه کوچولو دلش واسم سوخت. درسته بعد از اینکه مریض شدم سر معدم سر دلسوزی انگار یکم دوستم داشت، ولی هیچ وقت حتی یه بارم با هم دکتر نیومد ببینه واقعا چمه. چند باری میخواستم خودم رو از بین ببرم ولی جرأت نکردم. یه آدم ترسو و بدبخت بیکس هیچ چاره‌ای نداشتم جز سوختن و ساختن. چند ماه قبل عروسیمون بود که من اومده بودم خونه خودم، روی زمین خالی میخوابیدم. چون خونه مامانم اینا انقدر رفتارشون با هم بد بود که نمیتونم اصلا بگم. یه بار که شب خونه نامزدم خوابیده بودم اونا میگفتن این فقط به خاطر رابطه جنسی با محمد دوست شده بود و الانم به خاطر همینی که شب خونه امیرینا میخوابه. اینقدر که منفی و بدبین بودن. من فقط میخواستم از دست تهمتای اینا، بدبینیای اینا خلاص شم. همین رفتار اونا بود که باعث شده بود من آدم شکاکی بشم. هیچ وقت نتونستم به کسی اعتماد کنم چون اونا به من اعتماد نکردن. منو یه هرزه میدیدن. منی که اصلا به اینجور چیزا حتی فکرم نمیکردم. میدونستم شوهرم دوستم نداره. ولی خب چون فکر میکردم اون از من خیلی بهتره و آدم حسابیه من دوستش داشتم. فکر میکردم اون خیلی خوبه و من هیچی نیستم. بعد عروسیمون چون خیلی بیرون میرفت من بهش شک کرده بودم و حس میکردم مواد مصرف میکنه. چند باری هم که خونه نبودم وقتی که برگشتم توی خونه بوی تریاک میومد. من هرچی بهش میگفتم اون گردن نمیگرفت تا اینکه بعد چند ماه دعوا گردن گرفت. منم واسه این که فقط پیش من باشه و چون بهش خیلی وابسته بودم میگفتم باشه اب نداره بیا توی خونه بکش. از اینجا شدم رفیقش. یکم با هم خوب شده بود. ولی نمیدونم چرا هیچ سالی روز تولدم برام خوب نبود. هر سال دعوا میکردیم و هر سال کتک میخوردم. من ازش توقع داشتم حداقل یه کاری واسم بکنه ولی خب اونم نمیکرد. ولی برعکس من همیشه واسش تولد میگرفتم. همیشه تولدشو جشن میگرفتم. کادوهای خوشگل میگرفتم ولی اون هیچ وقت این کارو برای من نکرد. 1-2 سالی گذشت تصمیم گرفتیم بچه بیاریم. تو اون اوضاع عقل منو میبینید تو رو خدا. 1 سال بدون دکتر اقدام کردیم ولی خب چه اقدامی؟ هر 2-3 ماه یک بار رابطه داشتیم. چجوری میخواستم باردار شم؟ تو این چند سال 3-4 بار مچشو با دخترای دیگه گرفته بودم که پشت تلفن حرفای جنسی میزدن. فکر کن شوهر من با دخترای دیگه پشت تلفن توی چت راجب اینجور چیزا حرف میزد ولی به من دست نمیزد. خلاصه بگم همیشه یه دعوایی بود.
بعد از 1 سال رفتیم دکتر. من تنبلی تخمدان داشتم و اونم اسپرماش ضعیف بود. دکتر گفتش که باید IUI کنیم. چند ماهی بهم دارو و آمپول داد تا تخمک گذاری کنم. بعد از 3-4 ماه 17 تا آمپول زدم تا تخمک گذاری کردم. ولی چون تخمکام زیاد بود، دکتر میگفتش که اگر من IUI کنم احتمال چند قلویی هست. برو اگه باردار نشدی 2-3 ماه دیگه بیا. تو این دوران با یکی از دوستای امیر رفت آمد داشتیم که اونم اعتیاد داشت، ولی مصرف شیشه. به امیرم شیشه داده بود، من دیده بودم. بعد از اینکه باردار نشدم دنیا رو سرم خراب شد. تنها دلخوشیم این بود که یه دونه بچه بیارم، حداقل بچه بزرگ کنم و یادم بره حقیقتو. همون شبی که از دکتر برگشتیم نشستم پیشش و منم مواد زدم، فقط برای اینکه از حقیقت فرار کنم، فقط واسه اینکه فرار کنم از اینکه هیچی نیستم. چون شیشه میل جنسی زن رو خیلی افزایش میده تحت فشار بودم، ولی امیر اصلا نمیخواست بهم دست بزنه. تا قبل اون که ماهی یه بار، هر 2-3 ماه یه بار میومد سمتم. الان دیگه حتی اگه میخواستم نمیتونست، چون دیگه ناتوان بود. 3 سال هر 3-4 روز التماسش میکردم سر رابطه، ولی هیچی، فقط دعوا میکردیم. بهش میگفتم امیر پس خودت نمیتونی یکیو بیار، من دیگه نمیتونم تحمل کنم. ولی خب نه من جدی بودم نه اون به کس دیگه ای میگفت. بهم میگفت تو باید دست عربا بیفتی تا دست از سر من برداری. خیلی ناراحت میشدم از حرفاش، ولی خب دست خودم نبود. یه بار بهش گفتم خب امیر تو خودتو بذار جای من، تو جای من باشی چی کار میکنی؟ میگفت خب من جای تو باشم میرم با یکی دیگه خودمو سیر میکنم، انقدر منت یکی رو نمیکشم. من خیلی شوکه شدم. گفتم برو دست رو قرآن بذار، بگو که مشکلی نداری من برم با یکی دیگه. رفت قرآن رو آورد و دست گذاشت، گفت به خدا که مشکل ندارم، به همین قرآن که مشکل ندارم، برو با هر کسی که دلت میخواد بخواب، فقط دست از سر من بردار. ولی من آدمش نبودم، با اینکه این همه تهمت شنیده بودم از پدر مادرم، ولی نه، من آدمش نبودم. 5 سال درد، 5 سال مواد. هنوزم باورم نمیشه که 5 سال از در خونه بیرون در نیومدم. مثل یه مرده متحرک بودم، فقط زیرم رو تمیز میکردم و بعضی وقتا میخوابیدم. لاغر شده بودم، آره بالاخره، ولی چه لاغری، لاغر و داغون. زیر چشام سیاه بود، پوستم از بین رفته بود. بعد 5 سال دیگه دیدم هیچ کس کمکم نمیاد. اگه خودم دستمو نذارم روزنامه‌مو بلند نشم باید برم بمیرم. خب نمیشه اینجوری. تو همون لجنی که بودم کم کم شروع کردم به گوش دادن یه سری پادکستا از دکترای روانشناسی. سعی کردم خودمو درمان کنم. وقتی فهمیدم هر مشکلی که توی زندگیمون داریم ریشه‌ای توی بچگیمون داره، فهمیدم که باید ریشه یابی کنم. دونه دونه فکر کردم، از خدا کمک خواستم، پیداشون کردم. آره نزدیک 2 سال طول کشید، ولی بدون سختی مواد رو ترک کردم و ترسامو کشتم. اعتماد به نفسم رو ساختم، عزت نفسم رو ساختم. فهمیدم که کیم، چه هدفی دارم. الان 5 ساله که جدا شدم و یه خونه کوچیک رهن کردم. توی یه سالن زیبایی کار میکنم. تو رو خدا اگه کسی پیشتونه که اذیتتون میکنه، لیاقت شما این نیست. تحمل نکنید و جدا بشید. فکر نکنید تنهایی نمیشه. اتفاقا خیلی هم میشه. حتی اگه بچه دارید، به خاطر اون بچه هم که شده، تو رو خدا تحمل نکنید و جدا بشید.